اگر شما طولین لحظه ها با تلویزیون ماراتون هستید پس شماره 90 از سلسله آزمونی به پیش منظور شماست و این نمایش بر آنهایی است که میخواهند دانش، مهارت، ملکه و حوز جوابی خود را سنجد. چون همیشه با شرکت 4 نفر خواهشمندان ما با اشتراکشون استودیو و با شما سوالات پیشنهاد میکنیم و باور داریم که در هفته نمایش البته شما نیز همراه با نفرانی که در استودیو ما هستند فعال خواهید بود. از روی اون قاعده‌ای که ما در نمایش داریم، سر اول اون نفرانی که امروز با ما هستند امکان دارند که خود را معرفی کنند. مرحمت. سلام علیکم، من اسماعیلова озодабону خواننده مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 125 ناحیه رودک میباشم. عین حال میخواهم در برنامه به پیش اشتراک کنم. بغیر از تحصیل باز با چی شغل می‌ورزید؟ چی مشغولیتی پسندیده دارید؟ از همه مشغولیت پسندیده ترین من این رسومی میباشد و با ژورنالیستی نیز شوق و رغبت زیاد دارم. خب مرحمت. سلام علیکم، من طاهر فضل‌الدین میباشم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 42 در ناحیه فیردوسی تحصیل می‌نمایم. شما با چی شوق دارید فضل‌الدین؟ با ورزش. کدام نوع ورزش؟ فوتبال. فوتبال تماشا کردنش رو بازی کردنش رو؟ هم تماشا هم بازی. بله. مرحبا. سلام علیکم، من سعیدов محمدجان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر نورک میباشم. یعنی از شهر نورک اومدید. سلام علیکم، من میرزایف زهیر خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 شهر وحدت هستم. озодабону فضل‌الدین محمدجان و زهیر امروز همراه ما هستند و چون نمایش قبلی اگر نفر در نمایش امروزه نیز بعضی نه آخر نمایش آمد و توانست که با یک سوال نهایی ما جواب درست گرداند، پس امکان پیدا میکند که صاحب همین گونه راه خط رایگان جهت آموزش در مرکز تعلیمی قلم شود و البته اگر نفر امروز با همین چیز نائل شد پس میتواند که صاحب راه خط شود رود و در کورسی که لازم میداند خود زبان آموزی و یگان فنهای دیگر میتواند که در آن با طور رایگان شرکت ورزد. قاعده های نمایش ما به تغییرند چون در نزد شما 4 رهرو است و در 4 رهرو شما باید که وابسته به آنکه به سوال جواب درست میگردانید میتوانید که یک قدمی به پیش برید. یعنی برای نفری که شاید تا زینه آخر رسد 4 سوال شاید کافی باشد که تواند که به زینه آخرانی نمایش ما رسد. علاوه بر این در هر راهرو در هر خانه‌چه ما با شما فرصت میدیم فکر کنید. یعنی در خانه کبود شما 10 ثانیه امکان دارید فکر کنید و بعد جواب گردانید. در خانه سبز 20، زرد 30 و در خانه‌چه سرخ باشد 40 ثانیه امکان دارید که فکر کنید. و قاعده دیگر اون است که سوال های قسمت اولی ما وریان دارند. یعنی شما جواب نمیگردانید بلکه با خانه در کاری رفته میستید. چون در نزد شما 4 رهرو است، 4 رهرو 4 جواب است. یعنی من اگر حاضر سوال پیشنهاد کردم وریانت یکم می شود رنگی کبود، دوم رنگی سبز، سوم رنگی زرد و چهارم رنگی سرخ. بله. خوب، قاعده های نمایش را شما خوب میدانید و این آسان است. قسمت اولی ما خیلی آسان است و شما تنها می توانید که 10 ثانیه فکر کنید و بعد رفته استید. من 4 مفهوم را نمبر میکنم. مفهوم های گیومتری هستند. رومب میدونید؟ رومب، کوادرات، کونوس، تراپیزیا. سوال: کدام از اینها چهارکنجه نیست؟ رومب، کوادرات، کونوس، تراپیزیا. 10 ثانیه فکر کنید. از بین رومب، کوادرات، کونوس، تراپیزیا یکی چهارکنجه نیست. 3 مفهوم دیگر باشد 4 کنجه هستند. وقت به انجام رسید. زهیر؟ وریانت 3 کونوس. خب فضل‌الدین میگوید که رومب. مرحبا، جواب درست. کونوس 4 کنجه نیست. اگر که همه داده باشید دیگر 3 مفهوم دیگر رومب، کوادرات و تراپیزیا اینها 4 کنجه هستند. من 4 قطعه عالم رو نمبر میکنم. وریانت یکم آسیا، دوم اروپا، سوم آفریقا و چهارم امریکا. فهمو؟
варианти якум Осиё, дуюм Авропа, сеюм Африка ва чорум Америка. Савол: кӯҳҳои баландтарини олам дар кадом қитъа ҷойгир шудаанд? 10 сония вақт. Осиё, Авропа, Африка ва Америка. дар яке аз қитъаҳо кӯҳҳои баландтарини олам ҷой гирифтанд ва вақт ба анҷом расид. Марамад. кӯҳҳои баландтарини олам ҳама дар хонаи кабуд. Марамад, ҷавоб дуруст. яъне кӯҳҳои баландтарини олам осӯзрабон дар куҷо ҳастанд? дар қитъаи Осиё. бале. ва саволи охирин дар ин қисмат. айни замон аллакай озодабону муҳаммад ва зоир иштирокчии қисмати дуюм ҳастанд. ва ниҳоят саволи сеюм дар ин қисмат, ман 4 адиби муосири тоҷикро номбар мекунам. лоҳутӣ варианти аввал, мирзо турсунзода варианти дуюм, мирсаид миршакар варианти сеюм ва абдусалом деҳотӣ варианти чорум. савол: 10 сония фикр кунед ва ба хонаи дар кӯҳ рафта истед. достони писари ватан ба калами кӣ тааллуқ дорад? варианти аввал лоҳутӣ, дуюм турсунзода, сеюм миршакар ва чорум деҳотӣ. вақт рафт ва аллакай ҳама ҷои худро гирифтанд. мо қатъ мекунем. озодабону достони писари ватан ба қалами устод Мирзо Турсунзода тааллуқ доранд. хондагӣ ҳастед достонро? айни ҳол ман ин асарро достонро мутолиа накардам, вале шунидам ва хуб, ҷавоб дуруст? ҷавоб дуруст аст ва марҳамат ба хонаи худ бармегардем ва айни замон ҳар 4 нафари шуморо даъват мекунам як зина ба пеш. марамат. дар ин қисмат мо ба шумо савол дорем ва ба савол шумо метавонед ки 20 сония фикр кунед ва сипас ҷавоб гардонед. озодабону ба кадом фан шумо бештар таваҷҷӯҳ доред? бисёртар ба фанни забон ва адабиёт. забон ва адабиёти тоҷик? ман ба шумо як савол дорам. озодабону, ҳароратсанҷ дар кӯча 15 дараҷа гармиро нишон медиҳад. ҳароратсанҷ дар кӯча 15 дараҷа гармиро нишон медиҳад. ду ҳароратсанҷ чанд дараҷа гармиро нишон медиҳад? 20 сония вақт. ҳароратсанҷ дар кӯча 15 дараҷа гармиро нишон медиҳад. ду ҳароратсанҷ чанд дараҷа гармиро нишон медиҳад? ҳоло вақт доред. вақт ба анҷом расид. як бор дигар такрор мекунам. ҳароратсанҷ дар кӯча 15 дараҷаи гармиро нишон медиҳад. ду ҳароратсанҷ чанд дараҷа гармиро нишон медиҳад? озодабону, 15 дараҷаро. барои чӣ? зеро ки ҳамон ҳар ду ҳароратсанҷ 15 дараҷаро нишон медиҳад. ин саволи мантиқӣ буд ва ҷавоби шумо дуруст аст. барамад машкура азизам ба пеш даъват мекунам ва мегузарем ба Фазлиддин. шумо кадом фанро бештар дар мактаб дӯст медоред? биология, география. биология, география. барои чӣ биология, география? муалlimои хуб доред ё ки худатон шавқ доред? шавқ дорам. савол: об моеъи беранг аст. ҳамин хел? бале. ҳамин хел хондед? об моеъи беранг аст. савол: чаро дар баҳру уқёнус ранги об кабуд аст? 20 сония вақт. агар об беранг бошад, чаро дар баҳру уқёнус ранги он кабуд аст? вақте нурҳои офтоб ба он. хуб, шумо вақтро нигоҳ накардед. хуб, манам ҷавоби шумо? вақте нурҳои офтоб ба он мерасад. вақте ки нури офтоб мерасанд баъд кабуд мешавад. бале. агар офтоб набошад кабуд нест? об чӣ гуна ранг дорад? чӣ гуна моеъ аст? беранг аст. беранг аст. вале барои чӣ вақте ки мо дар баҳру уқёнусҳо нигоҳ мекунем ранги об кабуд менамояд? Фазлиддин, ҷавоби шумо? аз нурҳои офтоб. аз нурҳои офтоб. яъне нурҳои офтоб таъсир мекунад ва ранги об кабуд мешавад. варианти шумо нурҳои офтоб. ҳамин хел. муҳаммад ва зоир, агар шумо вариант дошта бошед. марамад зоир. вақте ки ҳаво кабуд аст, ранги ҳавои кабуд ба об мезанад,
و آب نیز رنگ کبود رو میگیرد. یعنی آب هوا رو چیکار میکند؟ اینیکاس میکند. فهمیدید فضل‌الدین؟ یعنی آب اینیکاس میکند، چون خودش که رنگ ندارد رنگ آسمان رو اینیکاس میکند. من زیر رو یک زنم پیش دعوت میکنم مرحمت. و سوال ما به محمد. محمد خیمیا میخونید؟ نقض میخونید خیمیا رو؟ بله. کدام فن رو دوست می‌دارید؟ فن بیولوژی، زبان روسی، زبان خارجی. خوب میگویند که یک الیمنت خیمیا رو میدونید، خیمیا میخونید. یک الیمنت رو میگن اولین شده در آفتاب کشف کردن. 20 ثانیه وقت کدام الیمنت باشد؟ سیستم در رو به خاطر بیارید. هیدروژن باشد. جواب شما؟ هیدروژن. خب والا وقت داشتید؟ هیدروژن رو در آفتاب کشف کردم فکر شما. خب اگر معنای همون الیمنت رو ما ترجمه کنیم آفتاب می شود. معنای کدام الیمنت آفتاب است؟ محمد جواب شما؟ هیدروژن نباشد. هیدروژن. پس این وریان نداره شما؟ نه. الیمنتی یکم سیستم دوری کدام است؟ محمد؟ هیدروژن. دویمش چی؟ گلی. گلی. کلمه گلیوس معنای آفتاب را دارد، چون در ترکیب آفتاب الیمنت گلی است. یعنی وقتی که آفتاب رو کشف کردن دیدن که ترکیبی آفتاب از همین الیمنت برده است، پس نام الیمنت رو نام نهادن گلی. چون زویر الک یک زنبه پیش اومد، ما با زویر در این دور سوال نمیدهیم و میگذاریم با آزاده بانو. در این دور آزاده بانو با شما سوال های پیشنهاد میکنیم که وریانت دارن. یعنی شما امکان دارید که از 4 وریانت یکی رو انتخاب کنید و برای این شما 30 ثانیه وقت هم دارید. من 4 نماینده عالم حیوانات رو نامور میکنم. اسب، خرگوش، ماهی، زاغ. هر 4 همین جانور رو میدونید؟ اسب، خرگوش، ماهی و زاغ. سوال: کدام از این نمایندگان عالم حیوانات با چشم گشاده میخوابد؟ 30 ثانیه وقت. اسب، خرگوش، ماهی و زاغ یکی از همین نمایندگان عالم حیوانات یا عالم جانوران با چشمان گشاده میخوابد. جزخوان درباره چی میرود؟ سوال فقط به آزاده بانو. در صورتی که آزاده بانو شاید جواب درست نگردان، بعد من امکان دارم که از دیگران پرسم. وریانت ها: اسب، خرگوش، ماهی و زاغ. وقت به انجام رسید. با چشمان گشاده میخوابد. وریانت شما؟ با فکر من این ماهی است. ماهی است. اسب نه. خرگوش نه. زاغ هم نه. ماهی دیگر نمیکنه جواب را. ولی اگر جواب شما درست باشد پس دیگران امکان دارن که من جواب شما رو قبول کردم الکی. ولی اگر جواب شما درست باشد پس دیگران امکان دارن که به همین سوال جواب گردانند. خب یکم وریانت دیگر است. ماهی. شما ماهی. اسب، خرگوش، ماهی و زاغ یکی از این نمایندگان عالم جانوران و حیوانات با چشم گشاده میخوابد و این ماهی است. مرحبا. شما باز یک زنده پیش و من سوال دارم با فضل‌الدین. فضل‌الدین، واحدی درازیه که متمتیک رو خوب میدونید؟ واحدی درازیه که به 10 سانتی متر برابر است چه مینامند؟ واحدی درازیه که به 10 سانتی متر برابر است چه مینامند؟ وقت به انجام رسید. میلیمتر. میلیمتر. جواب شما؟ میلیمتر. یعنی به 10 سانتی متر برابر است. خب
فضلالدین با میلیمتر. دیگر جواب ندارن؟ محمد شاید دسیمتر باشه. شاید دسیمتر باشد و انیق دسیمتر است. من محمد را عزیزم پیش دعوت میکنم. محمد سوال اکنون با محمد سوال هایی که وریانت دارم. من 4 مفهوم رو نمبر میکنم. سراب، جزیره، باغ، اوازیس. سراب، جزیره، باغ، اوازیس. سوال: منطقه بیابانی که در آن آب و درختان موجود است چی نام دارد؟ 30 ثانیه وقت. سراب، جزیره، باغ، اوازیس. در بیابان یا منطقه که در آن آب هست و البته وقتی که آب شد آنجا درختان میسبزند چی نام دارد؟ اوازیس. سراب، جزیره، حالا شما وقت داشتید ولی شما جواب گردانیدید. سراب، جزیره، باغ، اوازیس. برای شما اوازیس. چرا باغ نه؟ برای که در آنجا گاه آب میآید و در باغ آب نمیبیاد؟ نه میبیاد در باغ آب. میآید و کم. خوب، لیکن اگر شما جواب نادرست گردانید پس الکی ازدواجی از در پیش است، شما شاید که نتوانید برابر شوید. سراب، جزیره، باغ، اوازیس. برای شما اوازیس. اوازیس. منطقه بیابانی که در آن درختان موجودند باغ نیست، این اوازیس است. مرحمت، جواب شما درست. و زویر شما با چی مشغول میشوید در وقت‌های خالگی؟ من در وقت‌های خالگی با ورزش مشغول میشم. کدام نوع ورزش؟ فوتبال، کشتی دیگر شغل ندارید؟ و خواندن کتاب‌ها. سوال برای شما نیز سوال ها وریانت دارم. پوستی خرسی سفید، خرس سفید رو میدونید؟ بله. در کجا زندگی میکند؟ در یخبسته شمالی، اقیانوس یخبسته بله. شمالی. در قسمت شمالی زمین، انقدرش در اقیانوس یخبسته شمالی. پوستی خرسی سفید کدام رنگ است؟ سوال: سیاه، سفید، خاکستری و بنفش. 30 ثانیه وقت. خرسی سفید، رنگ پوستی خرسی سفید کدام است؟ سیاه، سفید، من پیش از فرصت جواب خاکستری، بنفش. برام سفید، رنگ سفید. یعنی سفید است، چون خرسی سفید است پوستش هم باید که سفید. سفید باشه. خب دیگر وریانت ندارم. فضلی وریانت نداره؟ رنگ پوستی خرسی سفید خاکستران. خاکستری است. بله. همین خیر درست؟ همه با این فکرن. درست گفتید که خرس سفید در قسمت شمالی زمین و اصلا در اقیانوس یخبسته شمالی زندگی میکند. رنگ پوستی خرسی سفید سفید نیست، خاکستری هم نیست، بلکه سیاه است. پوستی خرسی سفید رنگی سیاه دارد. ما رسیدیم به سوال قسمت 4 و در این قسمت چون 2 نفر که هستید من با شما یک سوال پیشنهاد میکنم. انیقترش من وریانت های یگان مفهوم رو میگویم. کسی از روی این وریانت ها پیشتر با سوال جواب درست گردانید یک زنده دیگر به پیش میگذارد، ولی اگر وریانت جواب شما نادرست باشد شما دیگر امکانی به همین سوال جواب گفتن ندارید. سوال: این مکان 636 کیلومتر درازی و 48 کیلومتر بر دارد. این مکان 638 کیلومتر درازی و 48 کیلومتر بر دارد. فهمو؟ خوب حالا معلوم نیست که درباره چی میرود. خیلی مساحت حوزه‌اش قریب 600,000 کیلومتر کوادراتی است. مساحت حوزه‌اش قریب 600,000 کیلومتر کوادراتی است. نیست برین 636 کیلومتر درازی دارد، 48 کیلومتر بر دارد. مساحت حوزه‌اش
600,000 کیلومتر کوادراتی است. حالا که فکر کنید که گپ درباره چی می رود؟ عموما فکر کنید که درباره چی می رود؟ نه اولیام. علامت دیگر قریب 20% ذخیره آب شیرین یا بینمک سیاره را تشکیل می دهد. قریب 20% ذخیره آب شیرین سیاره را تشکیل می دهد. علامت دیگر با آن 336 دریا و دریاچه می ریزد و از آن فقط یک دریا جاری می شود. افریقا. یعنی با افریقا 336 دریا می ریزد. خب محمد شما با این سوال دیگر امکانی جواب گفتن ندارید؟ یک علامت دیگر برای مزدبانو در منطقه جنوبی سیبری شرقی روسیه جایگیر است. سخن درباره چی می رود مزدبانو؟ یک بار دیگر علامت ها رو می گویم. 636 کیلومتر درازی دارد، 48 کیلومتر بر دارد، 600,000 کیلومتر کوادراتی حوزه دارد. با آن 336 دریا و دریاچه می ریزد و از آن همگی یک دریا جاری می شود و این در منطقه سیبری شرقی فدراسیون روسیه جای گرفته است. سخن درباره چی می رود؟ مزدبانو درباره امودریا. فضلدین این بایکل است. فضلدین این کولی بایکل است. مرحمت شما یک زینه و پیش مرحمت و من در همینجا با شما یک سوال پیشنهاد میکنم. سوالی که بیان دارد اگر دانستید پس با این 3 نفر برابر میشوید. سوال من 4 اشاره نمبر میکنم. ساعت، فنوگراف، حرارت سنج، تلفن. ساعت، فنوگراف، حرارت سنج، تلفن. با ساعت وقت رو معاینه میکنن، با فنوگراف آواز رو ثبت میکردن، با حرارت سنج حرارت رو خوب حساب میکنن، چه میکنن و با تلفن چیکار میکنن؟ صحبت خوب. نماید. سوال 30 ثانیه وقت دارید فضلدین. گویید کدام از این اشیاء را انسانیت از همه پیشتر اختراع کرد؟ ساعت، فنوگراف، حرارت سنج، تلفن. وقت رفت. انسانیت یکی از این اشیاء را پیشتر کشف کرد. این ساعت نباشد. برای چی ساعت نباشد؟ شما وقت نگاه نکردید؟ برای در اون وقت یعنی اول آدمان وقت رو بله. حساب میکردن. با فکر من این ساعت نباشد. من با شما امکان دادم که با این 2 نفر دیگر برابر شوید و حتی با شما 30 ثانیه وقتم بود که فکر کنید و بعد جواب درست گردانید. از میان ساعت، فنوگراف، حرارت سنج و تلفن اختراع اولین انسانیت میدونید کدام است؟ ساعت. شما یک زینه پیش و سوال با زویر. سنگپوشت رو میدونید؟ سنگپوشت رو 2 خیل میشن، سنگپوشتی بحری و سنگپوشتی که در خاک زندگی میکنن. سوال سنگپوشتی بحری در کجا تخم میگذارد؟ قریاب، در قم و رگزار، در بوتزار یا در روی آب؟ 30 ثانیه وقت. سنگپوشتی بحری در کجا تخم میگذارد؟ در قریاب، در قم و رگزار. در قم و رگزار. شما وقت رو نگاه نکردید. برای شما برای من در قم و رگزار. برای چی در بوتهانه یا در قریاب نه؟ از کجا میدونید؟ چون درباره سنگپوشت‌ها خونده بودم که در قم و رگزارها تخم میگذارن. جواب درست است. من با هر 4 شما یک سوال دارم. چون علاقه محمد و آزادابانو از امکانی که داشتن استفاده نبردن. من یک سوال پیشنهاد میکنم. حتی 40 ثانیه هم وقت است. ولی کسی اولین شده با این سوال من جواب درست میگرداند، یک زینه به پیش میگذارد. سوال تیزتر، بلندتر، قویتر. زیر این نام شما چرا میفهمید؟ زیر این مفهوم تیزتر،
بلندتر قویتر. وقت رفت. چی هستین؟ محمد این اسب میباشد. چی می باشد؟ اسب. نه. باز سر و سیما شدید. این شیار است. لیکن شیاری چی است؟ تیزتر، بلندتر، قویتر. چه ورزش کردن؟ یعنی اگر با نه جواب که شما دقیق کنه جواب رو. مرحمت فضل جین وقت به انجام رسید. این ورزشگر می باشد زیرا ورزشگر اگر که در وقتی که در بین دیگران محاربه می نماید قوی تر شاید پرزورتر هم می شود و با قلای بلند که رسید بلندتر. این شعاری بین المللی است لیکن انیق کنید شعاری چی هستین؟ تیزتر، بلندتر، قویتر. همیشه با پیش. قضاوان شما هم علاقه محروم شدید از امکان جواب گفتن. زهیر و فضل‌الدین اگر عین زمان یگان نفر شما با همین سوال جواب نگوید پس ما در همین جا بازی رو قطع میکنیم و یگان نفر تکرار کنید. تیزتر، بلندتر، قویتر. این شعاری معروفی جهانی است. شعاری چی هستین؟ خب چون به هر 4 نفر شما امکان بود ولی جواب درست پیشنهاد نکردید ما در نمایش امروز یگان نفر رو باز نوخیر دعوت نمیکنیم. این شعاری بازی های المپی است. تیزتر، قویتر و بلندتر. در اینجا ما سوالگزاری خاتمه ببخشیم. یعنی شما باید اندکی هم فکر میکردید و به هر صورت ما تاثیرات شما رو میپرسیم از نمایش امروزه. مرحبا دوستان. برنامه‌ای که امروز یعنی که شده گذشت خیلی خوب سرعت گرفت. چیزهایی که من نمیدانستم عین حال باز فهموتر شد و کوشش می‌نمایم که در برنامه‌های دیگر باز سوال و جواب‌های دیگر یعنی که پاسخ گردانیم و غالب آزمون نیز بگردیم. فضل‌الدین من از این بازی رو افتاده نیستم و چیزی که نمیدونستم در این برنامه از خود کردم و باز میخواهم در برنامه‌های دیگر اشتراک نمایم. بسیار خوب. محمد چی به شما معقول نشد در نمایش امروز محمد؟ اما همش معقول شد اما سوال آخرین کمی عجیب بود یا دشوار بود؟ دشوارتر. کدام سوال دشوار بود؟ برای شما شخصا از بین سوالی که به همه پیشنهاد کردیم همش آسان بود. بله. زهیر من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه اشتراک کردم و آرزو دارم که باز در دور دیگر با تئوری جدی در این برنامه اشتراک کنم. کدام سوال برای شما از همه جالب بود از بین سوالی که به من پیشنهاد کردیم؟ سوال آخرین. سوال آخرین. شما گفتید که همتون که به ورزش شوق دارید ولی آدمی که به ورزش شوق دارد باید این شعاری است که همه میدونن در تمام سیاره میدونن. میخواهید در نمایش ما شرکت ورزیده دانش و جهانبینی خود را سنجید پس شتابید. نشان ایمو شهر دوشنبه کوچه شیراز 31 تلویزیون بهارستان. نمایشی با پیش. تلفن برای تماس 221 95 24. تشکر که اومدید اشتراک کردید تا زینه آخر رسیدید هر چهار شما یعنی در یک موقع هستید و باور دارم که باز هم پای آموزش و پای تکمیل دادن دانش میشوید و در همینجا نمایش ما به انجام میرسد و باور داریم که شما نیز امکان دارید بیاید شرکت ورزید و خود را سنجید و همچنین اگر که سوال های جالب داشته باشید پس میتوانید که به نشانی ما روان کنید. و اینجا شماره نوبتی از سلسله آزمونی به پیش به انجام میرسد. تا بازدید.